خوش اومد به ویدیو جدید بعد از این همه روز. های گایز، سلام بچه‌ها، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه بعد از این همه داستان و بریم واسه ویدیو. دوستان ویدیو رو شروع کنیم. دوستان این ویدیو یک نکته داره. اولین گیم ترسناک کانالمونه که این بازی بک‌رومز شرک و خرش و اون آب نباته و هیولای نخی و اون لبخنده قراره تو این مرحله بیفتن دنبال. چرا اون نه چیزه که شبیه آدمکه آره اون شیرینی زنجبیلی. آره خب بریم تو. یعنی این لبخنده ببینید این شیطون میخواد ما رو بخوره. دوستان شاید این ویدیو رو در پارت های بعدی دو نفر این خرش شرکه، شاید این ویدیو رو در پارت های بعدی آنلاین بریم، آنلاین با دوستم. آره این پارت هم قرار بود آنلاین بگیم، دوستم متاسفانه آنلاین نیست. بخاطر همین آنلاین دیگه نداریم. ما فقط بعد فلاشه رو دنبال کنم. تو لباس بکرومی هم پوشیده. چه خبر دوستان؟ در این چند وقت چه بهتون گذشت؟ من که یه اتفاقی بعدی که خیلی واسم افتاد رفتم لوزم عمل کردم. کی لوزش عمل کرد؟ تو کامنت رو بگه. هیچ آخه آیشیشم لوزش عمل کرده. ایا ابلفیز این که شیر زنجبیلی. آره این مگه این چه وقت پیاندونه همراه اول اینم خود شرکه. داریم از اینجا رد میشیم، داریم به پایان نزدیک میشیم. این چیز لبخنده رو میبینید زمین سیاهه، اینجا اگه بریم روش تبدیل میشیم یا ابوالفضل این یارو هم اومد. اگه بریم روش زمانش بهمون میخوره. آخ جو رسیدم به اگزیت بعد تیمم. خب اینجا باید اوه داره شب میشه. نه باید اینجا به شب گشت. قبل اینکه شب شه ما باید اینجا بتونیم داره شب میشه. خب دوستان قراره جر بخوریم. اینم امتحان کنم ببینم میشه یا نه. اینم نبود، اونو امتحان کنیم. بودو آقا این سرعت دوینش خیلی کمه. هر کی این بازی رو تو بلاکس بازی کرده حتما تو کامنت تو بگه. راستی من الان صدام دخترانه تر نشده؟ خیلی ما صدات خاله هم همشون میگن صدام دخترانه تر شده. فرض کن یه عکس دختره بزن بله صدا تو هم روش بزن میگن دختره دیگه. آره یه بار رفتم خالم من آرایش کرد، مو مصنوعی گذاشتم، خود دخترو شدم. آخه رسیدم به در این در. خب ببینیم مرحله این چیه. این مرحله چیه؟ این فکر کنم استخره. آره این استخره. این هیولا شرک 8 پاییه. میریم جلو. آرنولد حرف نداری؟ خواهی تعجب کردی بود گفتم آرنولد. یادش رفته بود اسمشو گذاشت. خودش گفت به من بگید آرنولد. حالا به منم بگید بطمانی دل نمیدم سرسر واسه یه زن. خب ویدیو دیگه تمومه. آی بودو دروبیلاس خیلی با منطقه جور در نمیاد. میتونی راه بپری. البته الان واسه من جواب نمیده. خب چی بگم؟ دیالوگ ندارم، هیچی آماده نکردم. اینجا داریم نمیرسیم. چرا؟ رسید آخ جون. بریم جلو. من تو مرحله اون که شرک هست سیاهه بعد میفته دنبالتون، شما باید فرار کنید. همه جا قرمز. این منظورمه این قرمزه سمت راست گیر کردم. بازی خیلی باحاله. حتما اگه بازی نکردید بازی کنید. توی جستجوهای روبلاکس بنویسید بک‌رومز شرک
تا واسهتون بیاره و حال کنید. خیلی بازی خوبیه. چه حالی هم تو داری میکنی؟ آره من اینو بازی کردم. آره شما با چه فیلتر شکنی بستید؟ من با فیلتر فرش رو نمیبینم. نه من با فیلتر شکن اسب وصل میشم. شما با چه فیلتر شکنی اسب وصل میشید؟ یا ابلفرز بسید صدای گوشی من که زیاده. صدای روبلاکس نیست. بابا من صدای بازی قطع کردم. الان صداشو وصل کنم. وایسید. وصل کردم. عجب باز. اینجا هیلاش خیلی عجیب غریبه. صدا رو کم. این نبود هیلاش. هیلاش چیز بدتر همونه. عجب باز. خیلی مسیرش طولانی. آقای سازنده چه فکر کرده؟ دنبالمه. این چه صدایی سازنده؟ دیدم اشتباه نمیدم. اینوری دارم دور میشم ازش. دور شو بدو. خب نه رسیدم. نرسیدم. چه رسیدم؟ نشون کردم. خیلی بهمون نزدیکه. دور میشه. این مسیر خیلی طولانیه. کدوم طرف باید برم؟ نمیبینم. مستقیم رسیدم. دارم میرسم. آخ جون رسیدم. ویدیو رو زیادم طولانی نمی‌کنم که دفعه بعد بتونم آنلاین برم. مثلا الان مرحله چندیم؟ الان بعدش میریم تو مرحله جنگل. وقتی رفتم تو مرحله جنگل ویدیو رو تمام میکنم. ولی بازی خوبی هست. من امتحانش کنید. واقعا بازی خفنیه. رسیدیم به جنگل. بعد بریم. عجب جنگل مخوفیه. اینجا جنگل های آمازونه یا جنگل های پرو نمیدونم. خب ما باید به راهمون ادامه بدیم. به نظرم چه حیلو اینجا منتظر ماست؟ اصلا حیلو داره؟ نداره؟ اطلاعی ندارم. این چیه؟ دست بکنم حیلو. این صدای چیه؟ فکر کنم حیلوش همین صداشه. ولی آسونیش این خیلی آسونه چون فلش گذاشته خودش. چون فلش گذاشته خیلی راحته. راست این بازی میتونید با هم یه گروه بزنید. آموزشش هم آخر ویدیو میگم. خب اینجا ادامه نمیدیم. میرم آموزش گروه زدن رو میدم. بعد برم مرحله اول. شما وقتی میاد مرحله اول میاد این طرف که بیاید دوستتونم میتونید بگید بیاد. دوستتون اینجا میتونید بهش اینوایت بدید و بگید بیاد اینجا. وایسید اینجا گروه میشه. گروهتون هر چند نفری که بخواد باشه. بعد تو مراحل همون میبینید کجا تازه میتونید همون بلند کنید بذارید رو سر هم. خیلی باحاله بازیش. حتما امتحان کنید. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما ویدیو رو لایک کنید. کانال سابسکرایب کنید. خداحافظ تا ویدیوی بعدی که احتمالا آنلاینه. این بازی رو میریم. گود بای.